آمار عجیب غریبیه از خواننده ها بگیر. من خودم خیلیشون سوپروایزر کردم. کیا مثلا؟ از طرف وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی یک سری خبرنگارها بود، یک سری از آدمای با نفوذ شبکه‌های اجتماعی یا جامعه بود، خطشون رو سفید کردن برای اینکه دسترسی بدون مانع و پرسرعت به اینترنت آزاد داشته باشه. که من فقط در خدمت که خیلی از اینا تاکید داشتن که این اتفاق تو دوران این جنگ 12 روزه اتفاق افتاده. یعنی اینکه وزارت ارتباطات یا رابطه‌های در وزارت ارتباطات اومدن به اینا گفتن واسه اینکه شما صداتون خفه نشه تو این جنگ، بیاین شماتون بدین ما سفید کنیم که شما الان زیر جنگ و اینا راحت توییت بزنید. اونایی که وطن پرست 12 روز و اینا یه دفعه میبینی سفید. مثلا فلان خواننده‌ای که دقیقاً اونا وطن پرست 12 روزه سفید شدن، یه دفعه همه خطش شدن که پیش ملت سیاه شدن. ولی